سلام و درود عزتمندین چاروکان و اشکنوکان. من غلامرضا حسین بر هستم و مروچی خبر من با سرداران و حاکمان بلوچ و همینطور کسانی که با حکومت همکاری کنند، بسیجیان، کسان دیگری که به صورتهای مختلف با این رژیم هوره. تاریخ اینطور بود که مرو توی که توار منش کنه سرداریه یا حاکمیه یا بسیجیه یا سپاهیه. مرو تو در بلوچستان سردار یک طایفه ببه، حاکمی یا حاکم زاده ببه یا بسیجی ببه. تاریخ اینطور لوٹید که ترا در این شرایط این مسئولیت ببو. اگر تو بسیجیه و تفنگ دولت در دستی، هوشیار بو که تو ای تفنگا چون کنه و تیرانا بکی جنه. در همه چند روز اخیر شما وقت دانی که بازین بلوچی به دست بلوچان وقت کشک بود. چند نفر براهوی در ایران شهر کشک بود و تپی بودند. چند نفر در ایرندگان کشک بود. چند نفر در سرحد کشک بود. از شهلی بران لحت کشک بود. شهکلیش که پیسر کشتگد در ایرندگان آیه چوک چند نفر دیگر کشت. در سرباز که از قدیم و ندیم یک ملک آرامی بودگد، ای حکومت بعضی اختلافات جوڑ کو در او بعضی مردمی کشک بود و اشکتون که یک سهل صلاحی هم اکنون در بینش بوده. ای تفنگان رژیم پچه به دست شمایدند. رژیم به دست کسی تفنگ دند که حساب تفنگ استفاده بکن و هر کسی که تفنگ به دست هست معمولاً تفنگ بر علیه کسانی به کار بارد که با آین نزدیکند، یا قوم خویشند یا از قبایل نزدیکند یا با آیان معامله و تجارتی هستند یا با آیان هم ملکیند. بلوچی که تفنگی به دست گرفته تفنگ نزورد و نرود در افریقا کسی را بکشید. تفنگ زورد وقتی که تفنگ به دستی که اولین فکریشین که کی گو من دشمنید، کی گو پت من دشمن بوده، کی گو پیرو که من دشمن بوده و پدا خیال کن که من بروان مردم بچنم. و چون ای تفنگ هم سپاه به ایداتا یا بسیج به ایداتا، فکر کن که هنو جای من محکمی. من چون عضو بسیجم دیگه شام من کشته نکنید. اگر من سایم بکشم کسی من جته نکن. بل شما دانی که هر بلوچی ونده و تگرید. شما هر کسی ببید در هر کجا که ببید، اگر تروت متوان قوم خیشتا سیادی هم طایفی درگیشید و ونده و تگرید. بلوچ قوم بیرگیر قومی که بیر و تگرید. به همین خاطر شما که تفنگش به دسته به هوش ببی. ای تفنگ باید علیه همه کسی که تری داته استفاده ببو. کسی که تری تفنگ داته که بروی همساهی که وطا قوم خیش وطا بکشه، آئی دوست تا نہیں، آئی دشمن تا. تفنگ بدار. تفنگ مثل جان بدار و همین طور که تو حاضر نه جان و از دست بده، همین طور هم تیر بدار. تیر علیه هیچ کسی استفاده مکن. اگر گوی یک بلوچی تر مشکل هست، مشکل تر گنجن وقت هم هست، گونوت چوکت هم هست.
تو وقت چوکن نکشه پی خاطر که اختلاف یدگونی هست. تو وقت برات و پتمات نکشه پی خاطر که گوینه اختلافی هست. اختلاف همه جا هست، در تمام خانواده ها هست، ولی هیچ کس وقت مردمان نکشد پی خاطر که اختلافی گوینه هست. ای تفنگان بداری روزی یک که شما را یک شانسی رسید و من فکر کنم که این روز هم نزدیکه. شما را یک فرصتی رسید که پا بلوچستان کاری بکنی، پا ملک وقت کاری بکنی. این تفنگ پا روز بداری و اگر سپاه و بسیج از شما لوٹست که یک دیگه بلوچی رو بکشی حاضر مبایی. اگر شمارش گفت که بیایی همراه بین رمی فلان بلوچه کشین که آیی ضد انقلابی مردمی کشته ای طورین آطورین شما هور مبایید. شما گمکشگ آدگه بلوچه هور مبایید و شمایی که سرداری طایفه شما را هست. محلید که آزای طایفه شما برویند و آدگه مردمانه بکشید. ظرف همین مدت شما بچاره چیکا یار محمدزی کشک بود، چیکا گمشازی کشک بود، چیکا در براهوی کشک بود، چیکا در میر بلوچزی کشک بود، چیکا در بلوچزی کشک بود، چیکا در سربازی کشک بود، چیکا در کسرکندی کشک بود. حساب بکنی چقدر ناروی کشک بود، چقدر شهبخش کشک بود، چقدر گرگیج کشک. من هر کجا استدا از دور که بلوچستان گندان و تمام توایف گندان که بازین از شما بلوچان کشک بوده، ولی حیفن که اگر یک بلوچی به دست بلوچ کشک بود و دشمنان شما اتفنگان به دست شما داتا تا شما دوستان و بکشید، هم ملکیان و بکشید. وقتی که مزنی مردمان و شما کشت گرد شما بی سرپرست بی حیران بی و گرد آیم که حکومت به شما ظلم کرد و گیشتر از شما کشید. یادش ببی 34 سال گوست این رژیم پر شما هیچ خدمتی نکو. هرچی کو شماری تحریک کو که بروید آدگه بلوچانه بکشید. و الان زمانی که شما آگاه ببی، هوشیار ببی و بدانی که بلوچ کشک ارمانی. تو هر وقت یک بلوچی رو بکشه مثل این که برات و تت کشت. شما هیچ ندانید که روزگاری چه بلوچی به درد چه کسی آورد. یک زمانی هستد که مردمان تمام خیال کو که ریگیان دیگه با حکومتا همکاری کنند تو به درد بلوچان نبرند. پدر شما دیست که اینطور نبود. الان اینقدر ریگی به خاطر بلوچان کشک بود که از هیچ قوم دیگری این اندازه ریگی کشک نبوده. بنابراین هوشیار ببینید. تفنگش که به دست کبتا تفنگ بداری و با وقت عهد بکنید، با وقت قسم و طلاق بکنید، در دل وقت، در خانواده وقت، با براتوارکان وقت که این تفنگ علیه بلوچ به کار مبری. اتفنگ بداری پر روزی که توانید اتفنگ علیه دشمنان بلوچ به کار ببری و این فرصت همیشه بر شما هستید. بنابراین شمایی که سرداری، حاکمی، مردم عادی، بسیجی، سپاهی، ژاندارمی، هر نقشی که شما را هست باید در آن نقش پا بلوچ خدمت بکنی. هر کاری توانی پا بلوچ بکنی که بلوچ عزت و احترام چیز ببو، مزم ببو و شما هم نزد قوم بلوچ محبوب ببی و شما به عنوان یک آدمی که طایفه اسای متنفرین، مردم اسای متنفرین اسای دنیا مروید. هر کسی که مروچی بلوچ بکشید دشمن تمام بلوچانند. هر سرداری که مروچی و حکومت همکاری بکن در واقع دشمن تمام بلوچانه بود. مواظب ببید، ثروت بدارید، عزت و احترام بدارید. خدا نگهدار.